در ریاست وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان جلسه جنبندی فعالیت 7 ماهه استاد بین‌الاداری مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان با اشتراک معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال لتنانت میلیس علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه دایر گردید. قرار شد که موافق دستور هدایت‌های رهبر دولت محترم امام رحمان استاد بین‌الاداری مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت از ماه سپتامبر سال 2018 فعالیت نظارت نموده از طرف استاد بین‌الاداری مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان در همکاری با مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت 199 سلاح آتشفشان مصادره گردید. در این دوره 448 حالت جنایت به قید گرفته شده است که کشوده‌شوی جنایت‌ها 90.9% را تشکیل می‌دهد. در دوره سپری گردیده 14 حالت دخالت و مانع شدن به فعالیت کارمندان مقامات حفظ حقوق به قید گرفته شده نسبت 5 نفر پرونده جنایی آغاز گردید. در سمت گردش غیرقانونی مواد مخدر در این دوره 19 حالت جنایت به قید گرفته شده. از معاملات غیرقانونی 152 کیلوگرم و 281 گرم مواد مخدر مصادره گردید. معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان نصرت الله میرزویف برآمد نموده از وضع مرکب جمهوری اسلامی افغانستان ابراز نظر کرد. تاکید داشت که تروریسم و اکستریمیسم پدیده نامطلوب جامعه جهانی منسوب یافته هر لحظه میتواند که با امنیت و ثبات هر دولت و ملت تاثیر منفی خود را رساند. همین است که کارمندان ساختارهای حفظ حقوق و ساختارهای قدرتی در سمت تامین حفظ ثبات جامعه مرز و بوم کشور همیشه هوشیار و زیرک باشند. وابسته به قاچاق غیرقانونی متال ها و سنگ های قیمت‌بها باشد. از طرف استاد بین‌الاداری تامین امنیت در ولایت 5 حالت جنایت آشکار گردیده از معاملات غیرقانونی 2 کیلوگرم و 830 گرم سنگ قیمت‌بها مصادره گردید. درباره شکار غیرقانونی حیوان نادر یک حالت در ناحیه مرغاب به مشاهده رسید. برای خودسرانه اشغال نمودن قطعه زمین و ساختمان غیرقانونی 6.17 هکتار قطعه زمین به حالت اوله برگردانده شده. نسبت 11 ساکنین ولایت مختار کوهستان بدخشان پرونده جنایتی و 99 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شد. یکی از مسائل اساسی دستور هدایت‌های پیشوای ملت محترم امام رحمان در ملاقات با راهبران و فعالان ولایت که صحنه 15 سپتامبر سال 2018 بیان گردید، این سفربری جوانان به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان میباشد که در دعوت بهاری در مدت یک روز ولایت 100% نقشه دعوت را بر زیاد و خوش‌صفت اجرا کرد. در دام سال جاری از جانب استاد بین‌الاداری در ولایت 13849 حالت حقوق ویرانکنی مأموری در ولایت آشکار گردید. در این دوره در سمت نقلات از جانب راهبانان بازرسی دولتی اتومبیلی 7705 حالت ویرانکنی قاعده‌های حرکت در راه پیشگیری شد. در این دوره به 1953 نفر شهادتنامه رانندگی داده شد. در 7 ماه سپری شده در شهر و ناحیه‌های ولایت 16 صدمه نقلاتی به قید گرفته شده. در سمت حفظ ترتیبات جمعیتی 2343 پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده است. در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعدادی 592 نفر بیماری گرفتاری نشامندی و 403 نفر میزدگان در قید دیسپنسری نارکولوژی گذاشته شدند. در حدود ولایت 410 نفر مبتلای بیماری ویروس نوراسایی مصرفی آدم میباشد. در دام سال روان با سود ولایت مختار کوهستان بدخشان و سودهای شهر و ناحیه‌های ولایت 156 پرونده جنایتی داخل گردید. در سمت پیشگیری حقوق ویرانکنی‌ها بین نابالغان و جوانان 341 والدین با ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری پرونده ترتیب دادند. در اساس فعالیت استاد بین‌الاداری مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت در این دوره به مبلغ 2,250,192 سامانی به منفعت بانک‌ها برقرار شده. نسبت 5 نفر ساکن ولایت که از پرداخت قرض‌های بانکی سرکشی کردند پرونده جنایی ترتیب داده شد. قرضداری ساکنان ولایت از حساب مبلغ‌های قوای برق 1,37,504 سامانی، قرضداری انداز 5,58,802 سامانی، آب آشامیدنی 228,921 سامانی و به فایده ساکنان ولایت قرضها از حساب نفقه 7,258,073 سامانی و مزد مهنت 290,761 سامانی برقرار کرده شد. در سمت خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری در 7 ماه سال روان 7660 شناسنامه ملی و بیومتری خارجی به رسمیت درآورده شده است. از جانب ریاست کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری
جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان در 7 ماه سال روان 243 پرونده حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شده است. در این دوره از طرف ریاست اگنتینی نظارت مواد نشوار نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان 17 حالت معاملات غیرقانونی مواد نشوار آشکار گردید. نسبت 10 نفر پرونده جنایی آغاز گردید. از طرف ریاست اگنتینی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیون جمهوری تاجیکستان در ولایت مختار کوهستان بدخشان 85 حالت جنایتی خصوصیت کروپسیونی داشته آشکار نمود. در این دوره از جانب ریاست منطقوی گمرک در ولایت 39 حالت حقوق ویرانکنی ماموری جلوگیری شد. از جانب ریاست استانداردیزاسیون مترولوژی سرتیفیکاسیون و نظارت سودا 214 حالت حقوق ویرانکنی ماموری آشکار و به قید گرفته شدند که مبلغ آن 600,780 سومانی را تشکیل می‌دهد. در این دوره از معاملات غیرقانونی در حجم 680 کیلوگرم محصولات خوراکواری و 359 لیتر مشروبات اسپریتی پاسیفات و غیر استانداردی از معاملات برداشته شدند. در سمت نظارت و تنظیم در ساحه نقلیات 442 حالت حقوق ویرانکنی ماموری آشکار گردید. عاید به اجرای طلبات قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم عنعنه و جشن مراسم در جمهوری تاجیکستان نسبت 22 نفر پرونده حقوق ویرانکنی ماموری ترتیب داده شد. در عموم در 7 ماه سال 2021 از حساب قرض‌های بانکی، قوای برق، نفقه، مزد مهنت، آب آشامیدنی، انداز، مبلغ‌های شرطنامه‌ای سالانه دانشجویان مؤسسات تحصیلات عالی و میانه کسبی ولایت، جریمه‌ها، پرونده‌های جنایتی، پروتکل‌های ماموری و خدمت‌رسانی‌ها از جانب اعضای استاد بیان‌داری مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان با مبلغ 42 میلیون و 804,239 سومانی با بودجه دولت برقرار گردید. در جلسه از پدر و مادران که فرزندانشان قاعده‌های حرکت در راه دغلانه ویران می‌نمایند دعوت به عمل آورده شد که فرزندانشان را زیر نظارت و تربیت خود قرار دهند و نگذارند که ایشان شامل گروه‌های متشکل جنایتی به هر راه واسطه گردیده و اعمال و کردارهای نامطلوب در جامعه دست زده حیات خود را داغدار ساخته پس پنجره می‌نمایند. در انجام جلسه استادی بیان‌داری مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت معاون یکم وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال لیتنانت میلیس علمشاهزاده عبدالرحمن علمشاه به اعضای استادی بیان‌داری در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای پیشگیری گردش غیرقانونی مواد مخدر، مصادره سلاح و اسلحه و دیگر لوازمات جنگی، تامین ولایت قانون، ترتیبات جمعیتی، حفظ و تامین صلح و ثبات به صف قوای مسلح جمهوری تاجیکستان دعوت کردن جوانان سنی دعوتی دستگیر نمودن شخصانی در گفتگوهای رسمی قرار داشته، پیشگیری شامل شوی جوانان نورسان به گروه‌های متشکل جنایتی، تروریسم و اکستریمیسم، پیشگیری قاعده ویرانکنی‌های دغلانه حرکت در راه در سمت نقلیات، برقرار کردن مبلغ‌های بانکی، جابجا کردن مبلغ‌ها از حساب قوای برق و آب آشامیدنی، پیشگیری خودسرانه اشغال نمودن زمین، بهتر به راه ماندن کارهای سازندگی و بنیادکاری، گذراندن کارهای فهماندهی با اهالی، تقویت و شأن فعالیت کاری استاد بیان‌داری در ولایت و دیگر مسائل مهم روز به اعضایان استاد بیان‌داری مقامات حفظ حقوق و تامین امنیت در ولایت مختار کوهستان بدخشان سپارش‌های مشخص دادند.